آهنگ پیشواز ایران سلت صدای امیر علیه با سعید تاتاییه. بای بای تو رو خیلی دوست داره سردسته یه لاتاییه که دنبالتونه با فرچه این قطعه میزنم تا سرچه اون بدنه پای منم میپرم بغله. اومدم خواستگاری خاله و دایی و ددی و مامی تو خبر کن یواشکی بدو بیا بپر تو منو بغل کن. اومدم خواستگاری خاله و دایی و ددی و مامی تو خبر کن یواشکی بدو بیا بپر تو منو بغل کن. چون که کارت معافی دارم پول مول کافی دارم هرچی که عروس بخواد زودی واسش میارم. آره میارم دارم میام خواستگاری با یه وانت پر آدم عمه و دایی و خاله و مامان بزرگم با یه عالم گلای روز وحشی خوشگل خوشیب کرده مال من چیجا پس بیا بودو همچینی ماچم کن هی قاچ میکنه بیا فیلم تاچم کن بابا اینجا رو ببین دستگیر داره موبیلشون. خب برید سر اصل مطلب آقا زده چیه شغلشون؟ بس که تو کف تن مردم حتی دایی مامانت میپرسی شغلم چیه صادرات چای بابانت. وای که چقدر خوبه این دختراتون توشن پس رفتن چای بیارن زیر گازتون روشن هست. بگو هرچی دلت خواسته که با پول یا پنتاس قربونت برم که داری یه بابا یه دست و دل باز 7 روز هفته 8 روز و 9 و 10 سالشو بمون پیش من قربون و لباس برم که میخندن بریش من که میخندن بریش من میخندن بریش من. ای و حالا که همه دستو بره بالا حالا دوشی زی مکرمه خانم عقد دسته قدک چیان شماره شناسنامه 32 فرزند دکیان. آیا بلد وکیلم که شما رابطه بوده شرایطون معلومه ولی عالی و ولی اوله که شامله 3683 که تمام بهار آزادی یکی جدی کلام والله مجید و 120 شاخه نباتو دو ماچه آب دارم از اون لباتو یک آینه با چمدانه با یکی چمدانه برو پول حال و پول برودی بگو ببینم آیا وکیلم؟ بله تو یه بوس بده تا بدم 1000 سکه طلابت میخوام بشی عروس خودم بگو چیه جوابت. تو یه بوس بده تا بدم 1000 سکه طلابت اگه بشی خانم خودم دیگه نمیدم طلاقت. من قلبم ضعیفه با یه پروپرانول 10 زندم حالا شدی خانم خودم میذاری کنم لمست نه چشاتو باز کنه باز خودتو ناز کنه نازتو بکشم شلنگ گاز و من بکشم خفشم کمشم بمیرم واسط بای لباتو قنچه کن تا خودم بگیرم واسط گاه.